ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه 14 آگوست سال 2024 خبر داد که یک جوانزن 30 ساله فراش مرکز بازی‌های کامپیوتری در کوچه بخارای پایتخت با گمان دزدی 30,000 سومانی یا $2,700 از خزینه این کارخانه دستگیر شده است. بنا به گزارش مرکز مطبوعات میلیسیای پایتخت تاجیکستان به شعبه یکم میلیسیای نویه شاه منصور با عریضه شوکیروف ساکن 25 ساله شهر دوشنبه در این خصوص مراجعت نموده است که 29 یولی سال 2024 شخص نامعلوم با راه پنهانی به نقطه بازی‌های کامپیوتری واقع در کوچه بخارای شهر دوشنبه در آمده از خزینه این مؤسسه 30,000 سومانی را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. در نتیجه گذراندن چهاربینی فوری و جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که این جنایت مذکور را شومردانو ساکن 30 ساله شهر دوشنبه فراش کارخانه مذکور صادر نموده است. گفته می شود در اطلاع میلیسیای پایتخت تفصیلات دیگر حادثه نشر نشده است. خود این جوانزن بازداشت شده یا نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند. میلیسیای پایتخت گفت از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان همچون جزا برای دزدی وابسته به حالت‌های چنین جنایت و عاقبت‌هایش از 2 تا 12 سال زندان را پیش بینی می‌کند. اما با جرم دزدی در تاجیکستان اکثراً مردم به دست می‌افتند. دست به دزدی زدن زنان و دختران در تاجیکستان حادثه نادر است، چون که در جامعه دزدی کردن زن یک عمل ننگین به شما رفته او و خانواده‌اش را دچار شرمساری و بدنامی می‌کند.